خب سلام مجدد. توی قسمت قبل این موارد رو بررسی کردیم. اول گفتیم که دیتابیس چی هست اصلا، که بعدش ما رو وصل بکنه به مبحث مهمی به اسم بلاکچین. بلاکچین رو توضیح دادیم تا اصلا بفهمیم که ایده ارزهای دیجیتال از کجا اومده، چرا استفاده میشه، و بعد از اون اومدیم مهمترین ارز دیجیتال رو که بیت کوین هست و در بستر بلاکچین کار میکنه رو توضیح دادیم به چه صورت بلاکچینش کار میکنه. ماینرهای بیت کوین، اونایی که با یه سری دستگاه های، حالا قبل از اینکه بدونید عجیب غریب، الان که میدونید میفهمید که صرفا دستگاه های پردازش اطلاعات که بیاد این بلوک ها رو باز بکنه یا دیکریپتشون بکنه، میان به در واقع باز کردن رمزهای شبکه بیت کوین میپردازن. رمز هم چیزای عجیبی نبود، گفتیم همین از جنس تراکنش هاست، در واقع اطلاعاتی که داخل بلوک ها قرار میگیره و مقدار تراکنش، دریافت کننده ها، فرستنده ها، که گفتیم هیچ هویتی پشت اینا نیست، فقط کد، و خب البته اطلاعات بلوک قبلی که گفتیم به همین شکل هست که تمام بلاک ها یا بلوک ها به هم دیگه وصل هستن. چرا؟ چون کامپیوتر وقتی جعبه اولو باز میکنه کد جعبه قبلی توش هست، پس میتونه برسه به جعبه قبلی، دوباره تو جعبه قبلی هم همینطور. من جعبه رو مثال میزنم که حالا درکش از لحاظ بصری برای ما راحت تر باشه، بتونیم تخیل بکنیم، وگرنه در اصل چیزی به صورت فیزیکی وجود نداره و تماما دیجیتالی هست. در مورد بیت کوین بحث زیاده، ما عمدن این فصل رو به دو بخش تقسیم کردیم که بیایم یه قسمتی رو اصلا در مورد ارزهای دیجیتال و مشخصا بیت کوین صحبت بکنیم. بریم ببینیم بیت کوین چه ویژگی هایی داره. چند تا اصطلاحاً فکت در مورد بیت کوین بهتون میگم که اینا خیلی مهمه، خیلی میشنوید. اونایی که میخوان شما رو با این بازار آشنا بکنن عمدتاً با این فکت ها سعی میکنن شما رو ترغیب بکنن، که خب کاملا هم درست هست این اطلاعات و واقعیت ها در مورد بیت کوین. اول از همه بیت کوین سال 2008 معرفی شد. 2-3 سال 3-4 سال اول که اصلا شناخته شده نبود، بعدش یه مقدار مردم تک و توک سراسر دنیا شروع کردن باش معامله کردن. یک چیز خیلی ارزش پایینی داشت، شاید $3-4 بود. تو هیچ پلتفرمی قابل معامله نبود، تو هیچ بستری بیت کوینی معامله نمیشد. کسی بیت کوین رو اگر آدم معمولی بود نمیشناخت، مگر حالا یا اونایی که به صورت بین المللی در واقع تراکنش هایی داشتن، یا اونایی که حالا در قالب نمیدونم اون مستند سیلک رود رو تو پادکستش گوش کردین یا نه، یا افراد این اون بودن، و یا اینکه برای مثال حالا دوستانی من داشتم اون موقع به من میگفتن که ما رفتیم هند، یه مقداری پسته و زعفرون و اینا فروختیم، اینا جای اینکه پول ما رو بدن برای ما بیت کوین ریختن، مثلا 7-8 تا بیت کوین ریختن، ما اینو فروختیم، نمیدونستیم که یه روزی قراره قیمت و اطلاعاتش و اینا انقدر ارزشمند بشه. امروزه یعنی تو سال 2020 یکی از محبوب ترین، در واقع اگر بخوایم بگیم کمودیتی یا کالا، یکی از محبوب ترین کالاها یا ارزهای قابل معامله هست بیت کوین، و این روند صعودی محبوب شدنش تقریبا میشه گفت از سال 2016 شروع شده. توجه بکنید الان من دارم داستانهایی رو در مورد بیت کوین بهتون میگم که دیگه اینجا میدونید تماما واقعیت داره. این تفاوت این با اون کسی که صرفا سعی میکنه شما رو آشنا بکنه با بیت کوین، یا حالا اگر متاسفانه عضو این شرکت‌های هرمی باشن که بر مبنای بیت کوین کار میکنه، که کلا میان بیت کوین رو معرفی میکنن ولی شما رو بس میکنن به شرکت هرمی. این در واقع ماهیت بیت کوین اصلا این نیست. بیت کوین رو شما به شکل یک در واقع ارزی نگاه بکنید. چطور بعضی وقتا شما دلار میخرید، یورو میخرید، بیت کوین هم همینه. هیچ ارتباط مستقیمی
با شرکت هرمی و حالا از این قبیل چیزها نداره. حالا ممکن ازش توی اون جور جاها استفاده بشه، ولی به این معنی نیست که اصلا بیس اون رو داره. پس من دارم سعی میکنم اطلاعاتی که ممکنه بشنوید از این ور اون ور اینجا به صورت کاملا صحیح بهتون بگم. حالا یا یه عده دیگه هم به شما گفتن اونام صحیح بوده، یا یه عده سعی کردن از طریق بیت کوین شما رو گول بزنن. پس امروزه کالای قابل ترید، قابل معامله هست، یک ارز قابل معامله هست. همونطور که شما دلارتون رو میدین به یه صرافی فیزیکی و ریال ازش میگیرین، حالا یا فیزیکی یا میریزه به کارتتون. ولی در مورد بیت کوین صرافی فیزیکی به اون صورت وجود نداره، چون خود بیت کوین اساساً ماهیت فیزیکی نداره. اون عکسی که عمدتاً برای معرفی بیت کوین میبینید، یه دونه سکه خیلی خوشگله، اون صرفاً یه طرحه، یه نفر اینو طراحی کرده، و الا ماهیت فیزیکی برای بیت کوین وجود نداره. تا به حال قیمت بیت کوین به 19798 دلار رسیده. این اتفاق سال 2017 تقریبا 96 میشه. سال 2017 افتاد و دسامبر آخرای 2017 این اتفاق افتاد و جالبه بدونید همین الان هم قیمت بیت کوین نزدیک 19000 دلار هست. پس اگر بخوایم بیت کوین رو ارز در نظر بگیریم، با ارزش ترین ارز دنیا به حساب میاد که هر یه دونش حدود 500 میلیون تومان پولشه. یه اتفاق خوبی که در مورد بیت کوین افتاد این بود که نگاه مردم نسبت بهش، خصوصا از سال 2016-17 همون 95-96 نگاه مردم بهش عوض شد و مردم تاییدش کردن، قبولش کردن. چرا؟ بذارید اینجوری بهتون بگم، بیت کوین طلای دنیای مدرنه. از لحاظ هر چیزی که نگاه بکنید شباهت داره. شاید بعضی این رو قبول نداشته باشن و من همینو میگم، این عقیده خیلی هاست، ولی خب رفتارش رو وقتی توی بازارهای جهانی نگاه میکنید و زمانی که سوادمون رو در این مورد میبریم بالا، کاملا به شباهت‌های بیت کوین و طلا پی میبریم. به عنوان تیمی که حرفه‌ای هست و توی این زمینه فعالیت داره، چند مورد از اینها رو بهتون میگم. سال 2020 بازه در واقع تابستان سال 2020 جون جولای تقریبا برج 6 و 7، شما اگر قیمت طلا رو بررسی می‌کردین و قیمت بیت کوین رو بررسی می‌کردین، کاملا به هم همبسته بودن. یعنی قیمت بیت کوین میرفت بالا، قیمت طلا هم میرفت بالا. مردم کاملا با طلا و بیت کوین یک جور رفتار میکنن. کشورها زمانی که تو بحران اقتصادی قرار میگیرن رو می آوردن به طلا و الان رو میارن به طلا و بیت کوین. اونایی که سواد به روز بیشتری دارن رو میارن به بیت کوین، چون میگن اینم عین همونه. اونایی که یه مقدار سنتی تر فکر میکنن میرن سمت طلا. واقعیته تو بحران اقتصادی ونزوئلا قیمت بیت کوین رفت بالا. به این دلیل بود که خیلی از مردم ونزوئلا وقتی ارزش پولشون رو در حال سقوط میدیدن و اقتصادشون رو به نابودی میدیدن، اونایی که سواد داشتن حمله کردن سمت بیت کوین و اونایی که سنتی تر فکر میکردن یا حالا اطلاعاتی در مورد بیت کوین نداشتن رو آوردن به طلا. اینها دارایی هایی هستن که از نظر مردم ارزش های ثابتی دارن. پس مردم طلا و بیت کوین رو، اونایی که بروزتر هستن، توی یک جایگاه میبینن. اگر بخوایم بررسی هم بکنیم، یه نکته جالبی بهتون بگم، طلا و بیت کوین واقعا شبیه هم. شما میدونید تقریبا 200 سال پیش، 300 سال پیش توی رودخونه های آمریکا شما به صورت مکعبای 4-5 سانتی متری طلا میتونستید پیدا بکنید. اصلا اصطلاح ناگت که حالا الان یه غذایی با ما میخوریم، در واقع یه اصطلاح ناگت طلا هست. به اون
قطعه های خالص طلا میگفتن ناگت آمریکایی ها. میدونین چی میخوام بگم؟ اوایل اینکه طلا برای ما مهم شده بود، استخراجش برای ما ساده بود. یه چیزی شبیه سینی میگرفتن، میبردن میزدن تو دل رودخونه، یه ذره اینو میچرخوندن و تکه های طلا از توش در میبردن. حالا در مورد بیت کوین توجه کنید. سال 2011 تو ویدیو قبلی بهتون گفتم شما با لپتاپتون میتونستید داخل خونه بیت کوین ماین بکنید. نه یه دونه، دوتا، حتی میتونستید در طول ماه چندین عدد بیت کوین در بیارید. پس اوایل استخراج کردن بیت کوین هم ساده بود. هرچقدر میگذره استخراج طلا داره سخت‌تر میشه. الان اگر توی 1 تن سنگ 3 گرم طلا باشه صرفه اقتصادی داره اگر 1 تن سنگ رو پودر بکنید و اون 3 گرم رو در بیارید. حالا به بیت کوین نگاه کنید. الان طرف میره مثلا 1000 متر بنا رو اختصاص میده به صدها دستگاه ماینر، سیستم های خنک کننده، هزینه میکنه برای دستگاه ها، هزینه فوق‌العاده کلانی میکنه برای در واقع برق اون حالا سوله‌ای که گرفته، اون جایی که گرفته. چرا؟ که بتونه در طول ماه یه بخشی از یه دونه بیت کوین رو استخراج کنه و باز هم براش صرفه اقتصادی داره. پس هر چقدر حالا میریم جلوتر این صرفه اقتصادی هم داره بیشتر میشه. از طرفی استخراج بیت کوین که در واقع حالا فهمیدیم که همون باز کردن بلوک ها هست، اون هم داره سخت‌تر و سخت‌تر میشه. اصطلاحاً حالا ممکنه جایی بشنوید سختی شبکه ما داره بالا میره. توجه بکنید، این شاید این آمار مهمی باشه. تا فوریه 2020 یعنی تقریبا چند ماه پیش، اگر شما توی اروپا میخواستین یه دونه بیت کوین رو ماین بکنید باید حدود 3750 دلار هزینه میکردین. پس ببینید این خودش توجیه میکنه که قیمت بیت کوین به هیچ عنوان نباید پایین تر از این قیمت بیاد. چه بسا که تو 12 مارچ 2020 یعنی چند ماه بعد از این آماری که من الان بهتون دادم، قیمت بیت کوین به 3800 دلار رسید ولی دیگه پایین تر نیامد. در تاریخ 4 می 2020 تقریبا میشه اردیبهشت 99 پاداش شبکه بیت کوین نصف شد، یعنی از 12.5 رسید به 6.25 بیت کوین به ازای هر بلوک. این به چه معنی هست؟ یعنی اون عدده که بهتون گفتم حدود 3750 اون تقریبا 2 برابر میشه، یعنی هزینه ماینر 2 برابر میشه. پس الان دیگه قیمت بیت کوین به هیچ عنوان قرار نیست پایین تر از 6400-500 بیاد و 4 سال دیگه دوباره خود این نصف میشه. بهتون تو فصل قبلی گفتم که هر 4 سال یک بار این جایزه‌ای که شبکه بیت کوین میده نصف میشه که خود این توجیه میکنه قیمت بیت کوین هیچ وقت پایین تر از یک مقداری نیاد. به همون دلیلی که قیمت طلا پایین تر از یک مقداری نمیاد، چون اون معدنکاره 1 تن طلا رو پودر کرده، 1 تن سنگ رو پودر کرده که 3 گرم طلا از توش در بیاره. پس باید هزینه اون در بیاد. اینجا هم داره هزینه الکترونیکی، هزینه زیرساخت ها میشه و قیمت بیت کوین پایین تر از اون هیچ وقت نمیاد. یه نکته دیگه، کل تعداد بیت کوینی که وجود داره 21 میلیون عدد هست که تا الان یه چیزی حدود 18 میلیون عددش استخراج و در واقع استخراج که نه توسط شبکه آزاد شده و اصطلاحاً سرکیولیتینگ هست، داخل شبکه داره میچرخه. پس الان حدود البته از 18 میلیون بیشتر هست، حدود 18 میلیون و 400-500 هزار تا هست. یه تعدادیش هم داخل شبکه سوخته به دلیل تراکنش های اشتباه و اینکه جنس در واقع نتورک های بیت کوین و بیت کوین کش کاملا شبیه همه
و اگر شما احیانا با ولت بیت کوین کش، آدرس ولت بیت کوین کش، بیت کوینی به کسی انتقال بدین، شبکه ارور نمیده بلکه بیت کوین رو میسوزونه. حالا اینو بعداً دوباره تو وقتی که بایننس رو و ولت ها رو توضیح میدیم این رو هم دوباره ذکر میکنیم. پس یه نکته جالب، کل مقدار موجود بیت کوین 21 میلیون عدده و تقریباً 18 میلیون، بیشتر از 18 میلیون عددش دست مردم الان. این به چه معنی هست؟ به این معنی هست که یه کالای بسیار کمیاب، یه ارز بسیار کمیاب که در این طلاست، کلاً 21 میلیون داره و الان عمدتاً دست مردمه. این به این معنی هست که تعداد زیادی، ذخایر زیادی ما دیگه نداریم. پس یک شباهت دیگه بین بیت کوین و طلا. جفت اینها از لحاظ کمیابی درجه خیلی بالایی دارن. هر دوی اینها کمیاب هستن. و این نکته جالبتر، ارزش بازار بیت کوین 335 میلیارد دلاره تقریبا. حالا یه عدد در طول حتی شبانه روز یه مقدار داره جابجا میشه، چون یه عده بیت کویناشون رو میفروشن، یه عده در واقع حاضر میشن با قیمت پایینتری بفروشن، یه عده با قیمت بالاتری میخرن. خود این تراکنش ها باعث میشه که اصطلاحاً مارکت کپ یا مارکت کپاسیتی از جمله اصطلاحایی که البته جلوتر دوباره روش برمیگردیم، اصطلاحایی که زیاد میشنوید و بسیار مهمه. یه نکته دیگه‌ای بهتون بگم، فکر میکنید بازار حدوداً 350 میلیارد دلاری بازار بزرگی هست؟ نه، نیست، واقعا نیست. حتی شاید به کل ارزش این بازار، به ارزش معاملات 15 روزه بازاری مثل فارکس هم نرسه. ولی خب خود این یه فرصت ایجاد میکنه. هرچقدر بازار کوچیکتر هست، موجهای صعودیش بلندتر و بزرگتر هست که جلوتر بررسی خواهیم کرد. و خب از اون طرف موجهای نزولی هم خطرناکتر میشن که ما تمام تلاشمون این هست که از اونها اجتناب بکنیم و توی این دوره تمام تلاش اول اینه که چجوری ریسکمون رو کنترل بکنیم، بعد چجوری بریم سراغ سود گرفتن از چنین بازار پر از فرصتی. خب بعد از این که بیت کوین معرفی شد، میگم تقریبا سال 2008-2009 توسط یه شخصی به اسم ساتوشی ناکاموتو که اصلا این شخص هویت واقعی هم نداره، یعنی ما در اصل نمیدونیم که بیت کوین رو چه کسی ساخته، چه شرکتی ساخته، کی پشتشه، فقط بهش میگن ساتوشی ناکاموتو. بعد از اینکه بیت کوین معرفی شد و چند سال بعدش، تقریبا 6-7 سال بعدش، یه سری شرکت ها اومدن گفتن خب ما هم بیایم دارایی دیجیتال معرفی بکنیم به کمک همین تکنولوژی بلاکچین. خب بیت کوین که اینجا هم نوشتیم براتون، این که میگن بیت کوین کینگ هست، یه اصطلاحیه که واقعا اونایی که تو فضای کریپتوکارنسی ها یا رمزارزها فعالیت میکنن واقعا به بیت کوین میگن پادشاه. واقعا هم هست که حالا تو اسلاید بعدی بررسیش میکنیم. ارزهای دیگه‌ای هم معرفی شد، مثلا ارز دش یا رمز ارز دش معرفی شد و شعارش این بود که ما میایم تو فضای بلاکچین یک در واقع تراکنش ها رو سریع میکنیم. ایرادی که بیت کوین داره، شبکه کندی که داره، ما اینجا میایم تراکنش های با نرخ بسیار پایین و فوق العاده سریع انجام میدیم، که البته ریپل هم با چنین شعاری تقریبا هر ثانیه 3 عدد ریپل رو میتونه منتقل بکنه، حتی بعضا بیشتر توی حالتهایی. اومدن ایراد بلاکچین رو، ایراد این شبکه بیت کوین رو اینجوری رفع کردن و اینجوری معرفی شدن. اتریوم اومد گفت که من یک بلاکچینی معرفی میکنم که هر کسی هر گوشه دنیا هم بتونه از بلاکچین من استفاده بکنه و توکن خودش رو، در واقع همون رمز ارز خودش رو درست بکنه، رمز ارز خودش رو بسازه. اتریوم
ترکوند همون موقع سال 2015 2016 جوری که تا قیمتش نزدیک $400 رسید تو همون سال 2017 یه دونه اتریوم. توجه بکنید اینجا هیچ چیز فیزیکی وجود نداره و مردم حاضر بودن $400 به خاطرش پول بدن. همین الان هم قیمت اتریوم بالای $500 هست. بعد از اون اومدن یک فورک، یکی از اون اصطلاحاییه که گفتیم اینجا توی این فصل قراره بهش برسیم. یک فورک از شبکه بیت کوین. فورک میشه این که فرض بکنید شما یه دونه پراید دارین، این پراید رو شما تیونش میکنید، اصطلاحاً رینگاشو عوض میکنید، نمیدونم چراغاشو عوض میکنید، یه فیس لیفتی انجام میدین، میشه یه ماشین دیگه، یه اسم دیگه میذارید روش. کاری که خب واقعیت خود سایپا دائما این کارو میکنه دیگه، یعنی یه ماشین ثابت، موتور، گیربکس، همه اینا همونه، میاد یه ذره ظاهرش رو عوض میکنه، اسمش هم کلا عوض میکنه. تو فضای کریپتوکارنسی ها هم ما یه همچین چیزی داریم. میان بلاک چین رو یه چیزی ازش میگیرن، 4 تا چیز اضافه میکنن بهش، 4 تا چیزش رو حذف میکنن، یه دونه کوین دیگه ازش در میارن که الان با چنین کاری اومدن لایت کوین رو ساختن. این مثلا تفاوت تیبا و ساینا، با این تفاوت که بیت کوین همچنان با اختلاف اوله، ولی لایت کوین حالا قیمت بالایی داره ولی بیچمان حالا به بیت کوین نخواهد رسید. پس اصطلاح فورک همینجا یاد گرفتیم. سمت چپ هم واژه دیسنترالایز رو من دوباره قرمزش کردم که باز هم تاکید بکنم تمام پردازش های شبکه توی عرصه دیجیتال یا در واقع رمز ارزها غیر متمرکز هست. یعنی دیگه این بانک تراکنش ها رو یک سازمان مدیریت و کنترل نمیکنه. همون ماینر هایی که بهتون گفتم دارن این کار رو انجام میدن. جالبه بدونید که درسته که ما الان خب اگر به صورت رسمی بخوایم نگاه بکنیم یه چیزی هلوش 1400-500 کوین به غیر از بیت کوین داریم که به صورت رسمی بازار درست حسابی دارن. اگر به صورت غیر رسمی بخوایم نگاه بکنیم این عدد به 10,000 کوین و توکن خواهد رسید که شرکت‌های مختلف، حتی بعضا شرکت‌های کوچکی داخل همین ایران توکن خودشون رو ساختن که بهتون گفتم به کمک به لطف بلاکچین اتریوم این پدیده در واقع محقق میشه. خیلی چیز پیچیده ای نیست. اما با وجود اینکه بیت کوین یه دونه است و لشکر اونا چند ده هزار تاست، 64% بازار ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها از لحاظ مالی در اختصاص و در واقع در غلبه بیت کوینه. بخاطر به این پدیده میگن بیت کوین BTC دامیننس یا سلطه بیت کوین. 64% که حالا در زمانهایی همین پارسال تقریبا یا یه ذره بیشتر اکتبر 2019 این به 75% رسید. اون اول که خب قطعا 100% بوده، ولی هنوز 64% سلطه داره بیت کوین به بازار رمزارزها. 36% دیگه میشن تمام رمزارزهای دیگه که اصطلاحاً بهشون میگن آلت کوینز. پس اینجا یه اصطلاح دیگه هم یاد گرفتیم، اصطلاح آلت کوین ها، که اگر کسی بهتون گفت منظورش هر کوینی، هر رمز ارزی به غیر از بیت کوینه. اتریوم، ریپل، کاردانو، دش و ترون، هر رمز ارز دیگه که میشنوید به اینها میگن آلت کوین که بازار در واقع 36% سهم بازار رو دارن که الان ما تقریبا تو دوران اوجمون هستیم که 36% رو داریم میبینیم. یعنی قبلا این سهم خیلی کمتر از اینها بوده. خب بیایم دوباره اون ارزهایی که گفتیم این سری کنار هم سعی کنیم بررسیشون بکنیم. در مورد بیت کوین که گفتیم بیت کوین پادشاه تمام ارزهای دیجیتال یا رمز ارزهاست. خب هم از لحاظ سلطه‌اش هم از لحاظ قیمتش. البته اینم بگم
رمزارزهایی مثل YFI، نماد YFI قیمتشون تا $43,000 هم رسید. الان هم یه هولوش 18,000 دلار هستن. ولی خب صرف قیمت اینجا مهم نیست، چون که تعداد میتونه قیمت رو کنترل بکنه. فکر میکنم منظورم رو اینجا خوب نرسوندم، ولی درست تو اسلاید بعدی این رو توضیح میدم. قیمت حدودی بیت کوین 18,500 تاست. خب حالا این حل از ممکنه یهو بره بالا برسه به 20,000 تا 400 تا 500 تا بیاد پایین. پس این چون از اونجایی که مشخص نیست این ویدیو کی به دست شما میرسه، کی دارین نگاه میکنید، این قیمت ممکنه متفاوت باشه. circulating supply در واقع میشه کل اون مقداری که، البته اینجا مشکل چیز داشت، اصلاحش کردیم. circulating supply، circulation میشه چرخش، circulating supply میشه اون مقداری که در شبکه داره دست به دست میشه، در واقع اون مقداری که دست مردمه. یه هولوش 18 میلیونه که بهتون گفتیم. حجم معاملاتش تو یک شبانه روز به نزدیک 22 میلیارد دلار میرسه که گفتیم به نسبت بازارهای جهانی خیلی چیز بزرگی نیست، به نسبت بورس نیویورک، به نسبت بورس کالای شیکاگو و خب در واقع پشیزی در مقابل بازار فارکس نیست. اما اگر نسبت به بازارهای داخلیمون نگاه بکنید، مثلا بورس ایران با اختلاف خیلی زیادی بزرگتر هست. پس همینجا من یه خواهشی هم ازتون میکنم، اگر تو بورس ایران کار کردین و حالا دارین میایین سمت ارزهای دیجیتال و رمز ارزها، به این توجه بکنید که اینجا کاملا یه فضای متفاوته. اگر فضای رانتی رو بهش عادت کردین، اگر عادت کرده بودین کسی بهتون بگه قیمت کجا میره، بدونید که اینجا همون قدری من نمیدونم که اونی که 100 تا بیت کوین داره نمیدونه و شما هم نمیدونید. ما فقط سعی میکنیم تحلیل بکنیم. پس سعی کنید که اصلا از بقیه ایزوله باشین، مگر حالا یک سری روش‌های تحلیل فاندامنتالی که تو فصل 6 و 7 مفصل روی اونها بحث خواهیم کرد. ارزش بازار هم گفتیم یه چیزی هولوش 340-50 میلیارد دلار. خب بریم بیت کوین رو کنار ارزهای دیگه ببینیم. این جدول هنوز ناقصه، واسه اینکه حواستون به جدول پرت نشه اول برین اون وبسایتی که اون بالا نوشتم، وبسایت کوین مارکت کپ، از معروف ترین وبسایت هاییه که توی فضای رمزارزها وجود داره و یه اکانت ساده با ایمیلتون توش باز بکنید. اطلاعاتی که اینجا بهتون خواهم داد کاملا مشابه اطلاعاتی هست که این وبسایت به شما میده و اینجا روش تحلیل کردنشون رو، روش اینکه چجوری بفهمیم کدوم اطلاعات مهمه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. توجه بکنید ستون سمت چپ نوشته کوین. کوین در لغت به معنی سکه هست که اساساً به این ارزهای دیجیتال رمز ارزها هم کوین یا توکن گفته میشه. تفاوت کوین و توکن هم در واقع تفاوت هایی دارن که فعلا خیلی اهمیتی نداره ما این تفاوت رو بدونیم، در واقع تو ساختار بلاک چینشون هست. رمز ارزهایی که بررسی میکنیم بیت کوین هست به عنوان خب مهمترین رمز ارز، اتریوم، EOS، لایت کوین، بیت کوین کش، ترون و ریپل رو بررسی میکنیم. ریپل نمادش XRP هست، ما با نمادش آوردیم. مواردی که بررسی خواهیم کرد قیمت اینها هست که حالا یه قیمت حدودی برای زمانی که این جدول حاضر شده، تغییرات 24 ساعت اخیرشون هست که خب باز از زمانی که این قیمت ها رو ما برداشتیم اومدیم تغییرات 24 ساعت اخیر رو هم بررسی کردیم، به صورت درصد آوردیم. کل حجم معاملات تو 24 ساعت اخیر هست که اینجا آورده شده. MCAT کپ همون مارکت کپ یا ظرفیت بازاره
مقدار بازاره. این از تعاریف فوق‌العاده مهمه برای انتخاب اینکه شما رو کدوم ارز، کدوم رمز ارز سرمایه گذاری میکنید. این مفهوم بسیار مهمه که ما اینجا در قالب یک ستون آوردیم. یه چارت حدودی از در واقع چارت 7 روزشون رو آوردیم که قطعا این نموداری که ما اینجا آوردیم اهمیتی رو تحلیلش نداره. فقط میخوام بهتون بگم که نموداری که اینجا هست فقط یه یادآوری به شما میکنه که اگر خواستین قیمت بیت کوین رو بررسی بکنید حتما باید روی نمودارش این کار رو انجام بدین. کاری که ما توی فصل 7مون قرار هست انجام بدیم این هست که روی نمودارها بررسی بکنیم. پس صرف این که قیمت الان چقدره، این که قیمت تو 24 ساعت اخیر چقدر تغییر کرده، حجم بازار چقدره، معاملات چقدر بوده، ذره‌ای اهمیت نخواهد داشت اگر شما نتونید نمودار قیمت اون رو بررسی بکنید. به همین دلیله که ما فصلای آخرمون عمده مباحث و در واقع فشار بحثمون روی نحوه تحلیل نمودار هاست که ما این رو بررسی میکنیم. پس این نموداره صرفا یه حالت شماتیک داره. البته شما اگر داخل سایت کوین مارکت کپ هم برید دقیقاً با همین استایل جدول رو میبینید، یعنی قیمت هست، تغییرات 24 ساعت اخیر، حجم بازار، حجم معاملات، یه همچین شماتیکی از نمودار داره. و یه نکته بسیار مهم اینجا نوشته سر پر توتال سپلای. این در واقع مخفف circulating per total supply، یعنی مقدار کوینی که الان دست مردمه نسبت به کوینی که کلن قراره برسه به دست مردم. اگه یادتون باشه در مورد بیت کوین الان مثال بزنم منظورم رو بهتر متوجه میشین. در مورد بیت کوین گفتیم کل تعدادش 21 میلیون عدده که البته اینم بهتون بگم این یعنی 21 میلیونیوم بیت کوین اون آخریش قرار سال 2140 وارد شبکه بشه. پس یه الگوریتمی هم از لحاظ زمانی داره که البته بهتون گفتم به چه صورت کار میکنه دیگه. گفتیم هر یه بلاکی که باز میشه بیت کوین میاد، شبکه بیت کوین میاد 6.25 ول میکنه تو شبکه بین اونایی که اینو بازش کردن، خودش هم به صورت مساوی تقسیم میکنه، 4 سال یه بار اینو نصف میکنه. پس سال 2140 یه جوری این نصف انجام میشه که سال 2140 کل بیت کوین ها آزاد خواهد شد توی شبکه. خب پس برای تمام ارزها یک چنین تعریفی وجود داره که الان ما اینو پرش کردیم. الان نگاه میکنید که ستون سمت راست ما پر شد. ببینید کل تعداد بیت کوین 21 میلیون عدده، حدود 18.5 میلیون عددش دست مردمه. پس اون 18.5 تقسیم بر این 21 میشه یک عددی. هر چقدر این عدده بزرگتری و در واقع نزدیک به یک باشه اون کوین قابل اعتماد تر خواهد بود. در مورد بیت کوین ببینید تقریبا داره پر میشه. در مورد ریپل ببینید پایینی کمتر از نصفش پر شده. ما کاری به عدد دقیق نداریم. خود کوین مارکت کپ هم نگاه میکنید یک در واقع اندیکاتوری شبیه به این رو نشون میده. اونایی که حالا روی تحلیل تکنیکال خیلی تمرکز دارن، واژه اندیکاتوری که من استفاده کردم اینجا هم صحیحه. هر چیزی که بتونه به یک طریقی به من آمار قیمت و محاسبات رو نشون بده ایندیکیتور خواهد بود. ریپل رو نگاه بکنید، این نشون میده این یک نکته خطرناک در مورد ریپله که میگه آقا نصف بیشتر این هنوز آزاد نشده ها. میدونین این چی میمونه؟ این میمونه که میگن مثلا کلن 10 تا BMW i8 داخل ایران هست. خب خود این کم بودنه اون چیز رو ارزشمندش میکنه. حالا اگر بگن که 4 میلیون عدد
BMW i8 توی ایران هست. فارغ از اینکه اون ماشین چقدر خوب باشه، قیمت اون قطعاً پایین خواهد اومد. و فرض کنید همین امروز اخبار بگی که الان 10 تا هست، ولی قراره تا آخر سال 200 تا دیگه به بازار عرضه بشه از همین مدل BMW. چه اتفاقی میفته؟ قیمت اون میاد پایین، چون که در واقع عرضه اون داره زیاد میشه. دقیقاً همین در مورد ارزها هم هست که البته نگاه میکنید که اتریوم تمامش در شبکه آزاد هست. خب موارد دیگر رو بررسی میکنیم. قیمت بیت کوین درست در لحظه‌ای که این اسلاید تهیه میشده 18374 بوده، یه چیزی هولوش 500 و در واقع 500 میلیون 550 میلیون تومان. همینطور نگاه بکنید قیمت‌های مختلف رو می‌بینید. یه نکته، صرف قیمت به هیچ عنوان اهمیت نداره. چیزی که قراره به ما سود برسونه تغییرات قیمته. برای اینکه مثال رو بهتر جا بندازم، فرض کنید شما بیت کوین رو تو قیمت $18000 می‌خرید. یه کالای فوق‌العاده گرون 500 میلیون تومان پول میدین. که البته اینم بگم شما میتونید بیت کوین رو 1/100 1/1000 میتونید یه بخش خیلی کوچیک میتونید با 1 میلیون تومان پولتون بیت کوین بخرید. حالا فرض کنید که شما سرمایه‌گذاری میکنید 1 بیت کوین میخرید، خدای نکرده قیمت بیت کوین میاد روی $9000. خب شما پولتون نصف میشه. پس صرف اینکه یک کالایی رو ما گرون بخریم یا یک کالایی گران باشه اصطلاحاً نشونه خوبی نمیتونه باشه. در مورد ریپل درسته که تو 24 ساعت گذشته افت داشته، ولی این به این معنی نخواهد بود که همیشه افت داره. درسته که قیمتش نزدیک به در واقع نیم دلار یا 50 سنته، ولی به این معنی نیست که چیز خوبی برای خریدن نیست. ممکنه که توی ظرف 1 سال قیمت این 3 برابر بشه و خب سرمایه شما هم 3 برابر شده بدون اینکه در نظر بگیرید شما این رو نیم دلار خریدین. پس صرف قیمت مهم نیست. تو ستون بعدی صرف تغییرات 24 ساعت گذشته مهم نیست. نشون که از زمانی که قیمت لایت کوین رو من داخل این جدول ثبت کردم و همین الانی که دارم اینو ضبط میکنم، قیمت لایت کوین حدود 1% اومده پایین. پس اون هم صرفاً مهم نیست. ما باید بتونیم تحلیل بکنیم. حجم معاملات 24 ساعت گذشته تا حدی مهمه، از این لحاظ که فقط یک نکته رو همینجا بهتون بگم. هیچ وقت روی کوین یا توکنی، روی رمز ارزی که ارزش بازار خیلی کوچکی داره سرمایه‌گذاری نکنید. برای اینکه یه مقیاسی از کوچیک و بزرگ بهتون بگم، الان ترون رو نگاه بکنید، 619 میلیون دلار ارزش بازاره. خب این خیلی کمه در مقایسه با بورس های جهانی. مثلا بخواید نماد اپل رو تو بورس نیویورک نزدک نگاه بکنید، خیلی بیشتر از این هاست. اما برای ارز دیجیتال عدد بدی نیست. توی یه توصیه کلی روی ارز دیجیتالی که زیر 1 میلیون دلار، توجه کنید 1 میلیون دلار در واقع ارزش معاملات روزانش هست، سرمایه گذاری نکنید. در مورد مارکت کپ، میشه کل ارزش بازار. مارکت کپ میشه حاصل ضرب قیمت اون کوین ضرب در تعدادی که دست مردمه. درسته؟ یعنی اگر شما 18374 رو ضرب در اون 18 میلیون و خورده عددی که در واقع سرکیولیتینگ ساپلای یا کل مقدار دست مردم بیت کوین هست بکنید، به یه عددی هولوش 341-42 میلیارد دلار میرسید. پس خود مارکت کپ از این لحاظ اهمیت داره که هم مقداری که دست مردم هست، هم مقدار قیمتی که داره. پس همون مسئله رو توجیه میکنه. اگر ما کلن 10 تا کوین داریم که هر کدوم 20,000 تا قیمت دارن، ارزش کل بازار این میشه 200,000 دلار. پس چیزی نیست. همون ارز YFI کل تعداد تولید شدهش خیلی
نیست. پس این یکی از دلایلیه که قیمتش بالاست. در مورد سرمایه گذاری روی کوین ها هم توجه بکنید، مارکت کپشون خیلی کوچیک نباشه. اگر هم بخواید یه مقیاسی داشته باشید، مارکت کپ کمتر از 50-60 میلیون دلار رو سرمایه گذاری نکنید، یعنی کل ارزش بازار. در مورد ستون نمودارها هم توضیح دادیم، گفتیم صرفا یه شماتیکی هست. در مورد ستون بغلیش هم توضیح دادیم که نسبت مقداری که دست مردم من نسبت مقداری که کلن در طول سالهای آتی قرار هست تولید بشه توسط شبکه هاش. خب میخوام برسیم به یه توجیه خیلی زیبایی در مورد بازار رمزارزها. این بازار فرصت خیلی خوبی به ما میده از لحاظ سوداوری. نوسان‌های قیمت هر جا که وجود داشته باشه، خصوصا اگر رو به بالا باشه، میتونه نشون دهنده این باشه که اون بازار لیاقت این رو داره که پول روش سرمایه گذاری بشه. تا اینجای کار ما کلی حرف زدیم، مهمترین مفاهیم ارزهای دیجیتال رو سعی کردیم بهتون بگیم با کلی اصطلاح که واقعا خیلیاش در اثر مطالعه های زیاد تیم ما به دست اومده آشنا شدید. شما خیلی از تعاریفی که ما بعضا مجبور شدیم وایت پیپر ها یا همون مقاله های سفید شرکت ها رو که کاملا انگلیسی زبان هست ترجمه بکنیم تا یه سری اصطلاح ها از توش در بیاریم. سعی کردیم تا اینجای کار بگیم، شاید هم زیاد راجبش صحبت شد. هدف این بود که بدون اینکه شما نیاز داشته باشید یادداشت برداری خاصی بکنید، خیلی توجه بکنید، صرفا با گوش کردن و حالا نگاه کردن این اسلاید ها هر از چند گاهی بتونید یاد بگیرید که وارد چه فضایی دارید میشید. حالا میخوایم بگیم چرا باید وارد چنین فضایی شد. توجه بکنید، خب گفتیم سال 2008 بیت کوین ارزشش تقریبا صفر بود، $1 $2. 2011-12 هم همینطور. سال 2017 یه بار نشون داد که میتونه چقدر ارزشمند باشه و به 19,000 تقریبا $800 رسید. اگر بخوایم همین سالی که گذشت رو بررسی بکنیم، سال 2020 بیت کوین با قیمت $7,175 شروع کرد سال 2020 رو، یعنی 1 ژانویه 2020 دی ماه پارسال، دی ماه 1398 با این قیمت 7,175 شروع کرد. قیمتش تقریبا 2 ماه بعدش، یعنی 12 مارچ 2020 به 3,782 رسید. جالبه بدونید که همون موقع از لحاظ ریالی اگر بخوایم بگیم قیمت بیت کوین به 78 میلیون تومان حتی کمتر رسید، یعنی دلار تقریبا 11-12 هزار تومان بود، قیمت بیت کوین هم شده بود 3,782. یعنی شما با 70 میلیون تومان میتونید یک عدد بیت کوین بخرید. این قیمت رسید به 19,888 توی تقریبا نوامبر و دسامبر 2020، یعنی یه چیزی هلوش 560-70 میلیون تومان، در حالی که خب قیمت دلار هم رفت بالا و پیش بینی میشه که تو سال 2020 بیت کوین با یه چیزی هلوش 18,000-19,000 دلار قیمتش رو ببنده و بعضا شاید بیشتر از این هم بره. فقط همین بازه زمانی 1 ساله رو نگاه بکنید. اگر ریالی حساب بکنید که خب بیت کوین سرمایه شما رو میتونست در طول 1 سال 7 برابر بکنه. اگر دلاری حساب بکنید بیت کوین بیش از 2.3 برابر شده، که این نشون میده که این بازار ارزش سرمایه گذاری رو داره. همینطور در مورد آلت کوین ها، ارزهای دیگه، اتریوم برای مثال، اتریوم با $128 2020 رو شروع کرد، به $635 هم
ماکسیموم رسید، یه دوره ای اومد پایین تا $86 و پیش بینی میشه که سال 2020 رو با قیمت حدوداً $550-60 ببندتش. خود این هم نزدیک 4 برابر 5 برابر سوده که خب میبینید که اتریوم سود خیلی بیشتری هم داده نسبت به بیت کوین. پس لزوما بیت کوین تنها چیزی نیست که شما بر روش معامله بکنید. خب الان مفاهیم بازار رو ما یاد گرفتیم، فهمیدیم به چه صورت کار میکنه، چرا اصلا بر روشون کار بکنیم، کلی اصطلاح گفتیم که بسیار هم مهمه، بعدها دوباره مرور خواهد شد. خود شما این 2 ویدیو فوق‌العاده مهم رو، این ویدیوهای خیلی مهم رو هر از چندی بررسی بکنید، یه مروری بکنید، مباحث دوباره یادتون بیاد. حالا یه توضیح مختصری هم میدم راجع به این که حالا کجا میتونیم ما اینها رو معامله بکنیم. جدا از وبسایت های ایرانی که ما توی فصل بعدیمون بررسی میکنیم و از اونا عمدتاً برای خرید ارز دیجیتال استفاده میکنیم، یعنی ریالمون رو تبدیل به ارز دیجیتال میکنیم، پلتفرم هایی یا در واقع بسترهای معاملاتی وجود دارند که اینها ساخته شدن برای اینکه شما معامله ارزهای دیجیتال انجام بدید. همینجا شما رو اسماً در حد شفاهی، بعداً به صورت مفصل تری با یک کوین دیگه، با یک ارز دیجیتال دیگه آشنا میکنم به اسم تتر، که تتر توی این فضاها، یعنی فضای رمزارزها، حکم همون دلار شما رو داره. هر یک تتر دقیقاً معادل $1. شما میتونید پولتون رو تبدیل به تتر بکنید که همون دلار خودمون هست تو فضای رمزارزها، و بعد با ورود به این وبسایت ها که مفصل توی فصل های بعدی بررسی خواهند شد، با ورود به این وبسایت ها به معامله ارزهای دیجیتال یا رمزارزها بپردازید. بیت کوین بخرید، اتریوم بخرید، YFI بخرید، EOS بخرید، هر رمز ارزی که پیش بینی میکنید و بررسی کردید که قیمتش بالاتر خواهد رفت. روی تحلیل ها قرار هست مفصل کار بکنیم، کافیه که با ما باشید. تحلیل های ما قرار به جاهای خیلی زیبایی برسه که شما پیش بینی بکنید حتی قیمت ها رو به صورت با یه تقریب مثبت منفی $20 برای بیت کوین که از هر جنبه‌ای میتونه در واقع پیش بینی خوبی باشه و میتونید قیمت آینده بیت کوین رو در بیارید توی مبحث تحلیل ما. قابلیت هایی که این وبسایت ها میدن به طور کلی یکی از این 3 موردیه که این پایین براتون نوشتیم. یا ارزهاتون رو، رمزارزهاتون رو به هم دیگه تبدیل میکنین. مثلا بیت کوین داشتین، تصمیم گرفتین که اتریوم بخرید، میرید داخل این وبسایت تبدیل به اتریوم میکنید، پس فضای صرافی داره. یا اصلا فکر میکنید که رمزارز فعلا قراره بیاد پایین قیمتش، تبدیل به دلار میکنید که همون تتر هست. یا اینکه تصمیم گیرید معامله بکنید، امروز بخرید، امروز تتر یا دلارتون رو بدین بیت کوین بخرین، 4 روز بعد بیت کوین رو زمانی که مثلا سودی کردین بفروشین، دوباره دلار کنید، بعدش برید یه ارز دیگه بخرید، که به این قابلیت میگن اسپات تریدینگ توی همین قسمت با همین نام توی بایننس، وبسایت بایننس، که شما بعضاً ترید خواهید کرد، چیز دائمی نیست. یا اینکه به صورت حرفه‌ای ترید بکنید، دی ترید، که در این صورت شما از لورج استفاده خواهید کرد و به صورت یک حرفه‌ای هر روز در حال ترید کردن هستید. توی دوره ما هر 3 مورد پوشش داده خواهد شد. خب برای شروع شما الان اطلاعات لازم رو در مورد بازار دارید. کارهایی که قرار هست بکنید، یک این هستش که مباحث این دوره رو سعی بکنید که یاد بگیرید، گوش بکنید، توجه بکنید و تلاشتون این باشه که مباحث رو یاد بگیرید. نکته‌ای که خیلی مهم هست اینه که
به هر حال داشتن یک دفتر برای یک کار تخصصی که الان قراره یاد بگیرید و تا بخشی این راه رو اومدید به هر حال لازمه. حالا ما توضیح دادیم که سعی ما بر این هست که محور آموزش ما در واقع افورتلس باشه، اصطلاحاً به قول روش‌های جدیدی که توی دنیا الان باب شده، صرفاً با گوش کردن باشه و تکرار کردن اینها باشه. ولی به هر حال اگر قصد دارین حرفه‌ای باشید توی این بازار، لازم هست که از قلم و خودکار استفاده بکنید، نکته‌های مهم رو بنویسید و از همه مهمتر این که پا به پای ما اگر بیاین جلو، هر از چندی نیاز میشه که توی وبسایت هایی که بهتون معرفی میکنیم اکانت هایی رو باز بکنید و اگر همین ستا رو انجام بدید، من به شما این قول رو میدم که هیچ اصطلاحاً متریال دیگه‌ای برای آموزش، برای متخصص شدن توی این بازار نیاز نخواهید داشت. حتی اونایی رو هم که نیاز خواهید داشت تو فصل 10 گفتیم که بررسی میکنیم که قراره چه مسیری رو برید که روز به روز خودتون رو آپدیت تر بکنید. خیلی ممنونم از توجهتون. باز هم میگم این فصل که گذشت از مهمترین فصلهای ما بود از لحاظ محتوای آموزشی که قرار هست خورد خیلی از مباحثش براتون جا بیفته. مطالبی که گفته شده انتظار نمیره که همون اول که گوش میکنید همه رو یاد بگیرین، ولی این انتظار میره که هر از چندی، مثلا 1 ماه بعد، 2 ماه بعد برگردین روی این مباحث و ببینید که دوباره از اینها چی رو متوجه میشین. سوال هایی که براتون ایجاد شده اینجا خود به خود جواب داده خواهد شد و بعضا میبینید که خیلی از گره هایی که ممکنه 2-3 ماه بعد یا چند وقت بعد بهش خورده باشین، دوباره همین فصل بلاکچین ما حلش بکنه. باز هم ممنونم از توجهتون. توی فصلهای بعدی با هم هستیم.